زادروز را در اسلام قید کردن چی حکم دارد؟ اگه در اسلام زادروز قید کردن نیست برادر عزیز. یعنی من روزی که تولد شدم همون روز قید کنم، از نگاه دین این با دین بگیم یگان ارتباط نداره، ولی فقط اینو در عادتهای امروزه، در عرفهای امروزه هست که روزی تولد یا خودم یا از خانم یا ای فرزندام قید میکنم، ولی با دین ارتباط نداره. ایرا در دین نسبت نتین. اسلام هیچگاه ما و شما را برای قید کردن زادروز یگان امر سپارش دادگی نیست. اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی، از لاغری، بی‌اشتیایی بودن، از وزن نالازمه، پروستاتیت، درد دل، درد گرده، درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید، پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید. کمی از بیماری خود معلومات دهید. داروی های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفافرما توصیه میدهد. دزدی در اسلام چه حکم دارد؟ خواهش میکنم با حدیث ها پرتر فهمونید. شما سوره مائده را بینید. و سارق و سارقت فقطعوا ایدیهما، یعنی سوره مائده آیت 38 را بینید برادر عزیز. یعنی دزدی خیلی عمل زشته، خیلی عمل بده. از همین لحاظ هست که دزد در شریعت در سوره مائده آیت 38 یعنی حکمش بریدن دست شبیه. اکو حکم خداوندی را بین که وقتی یک یا دو یا 10 دزد را دستش میبرند در نزد عامه مردم، یک جامعه کلان از خطر اینها در امان میمانند. برای همین جزای بسیار واضبین معین شدگی است که یکمش آدم بگیم از همه عضوی که برای او بسیار مهم و درکار دست شد. برای همین برادرای عزیز این خیلی گناه وزنی هست که خداوند حکم مثال با بریدن دستی وی میکنه. و البته دزد در حدیث ها وقتی من خواندم لا یزنی زانی حین یزنی و هو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن، پیامبرمون میگه وقتی که آدمی که زنا میکند با وی گمان میکند که وی مؤمن است، یا آدمی که هرگاهی که دزدی میکنه او گمانش همینه که وی مؤمن است، یعنی میگه این گمان نکن. زمانی که تو دست به دزدی میزنی، دست به مال یک آدم بیگانه میزنی یا خودی میزنی، تو در او زمان مؤمن نیستی، تو در او زمان یعنی مسلمان نیستی. برای همین این هم بسیار یک خصلتی بده، بسیار یک خصلتی رذیله. بسیاری از زندگی ها برادر عزیز امروز من میبینم بسیارش میگن که وقتی زن ما نمیاریم خانه، یعنی تهمت نه، اگر بعضی هاش تهمت هم کنن ممکنه، ولی بعضی هاش بگیم با فکت ها و با حجت ها معین میکنن که خانه میاد مقصد دست به دزدی میزنن. حتی به سبب بعضی زندگی ویران شدناشون حساب دزدی ها شده، از همون خانه بعضی اشیاء خانه را میدزدن. برای همین خلاص دزدی بسیار یک عملی زشتی هست که حتی حکمش با آیت و با حدیث ما و شما درک کردیم. دیگر سوال، در محبس خیر کنی جایز است یا نه؟ گفتن که اگر در زندان ها خیر کنیم اجازت است. البته اجازت است. خیر برای مثال صدقه را ما گفتیم همین زکات نباشه، زکات نباشه، صدقه فطر نباشه، دیگر هر صدقه که دارین
خواه مسلمانای خواه غیر مسلمانای بتینش پیش خداوند ثواب میگیری. برای همین در محبس هم برادرای عزیز همون هم برادرای ما و شما خیلی بعضی خطا کردن، کمبود کردن، مثال همون جزاشون باید بگیرن، ولی انشاءالله خدا امیده که بسیارش میبرایم با ببین چقدر در اونا بیبودی ها هم هست. برای همین ماها در همون محبس ها هم که اگر برده خیر هم که کنیم انشاءالله ثواب میگیریم. استاد جان میگفتید که امام ابو حنیفه وظیفه سودیه یا قاضیگی را قبول نکرد، یگان مانگی شریعتی دارد. یعنی حضرت امام ابو حنیفه را وقتی خلیفه منصور گفتش که تو باید که قاضی من باشی. قاضی به معنای بگیم که یعنی امروز همون سودیه را میگن، حکم صادر میکنه. یعنی یک آدم حکم میکنه یا حکم عادلانه ظالمانه ای جانب همین ها میشود. حضرت امام ابو حنیفه گفت که من راستی گفت انا لیاقت همین را ندارم، یعنی من سزاوار همین قاضیگی نیست، من علمم به اینم نمیرسه. خلیفه منصور گفت که تو دروغ میگوی. انا گفت با بهترین گپش ما زدیم، با زمانی که من دروغگو باشم آیا من سزاوار قاضیگی را دارم؟ یعنی آدم قاضی سودیه باید دروغگو نباشه، باید دروغ نگه و حکمش باید عادلانه باشه. زیرا که در حق یک آدم ظلم کردن یا حق یک آدم پایمال کردن برادرای عزیز این بسیار گناهی وزنینه. سه گناهی هست که بسیار گناهی وزنینه، یکش همینه. برای همین حضرت امام ابو حنیفه گفت من قبول ندارم. حتی میدونی که ابو حنیفه برادرای عزیز وقتی خلیفه منصور قلم دادش گفت بگی همین را گفت تیز کن، مقصد ای دستی مبارک تی یک قلم تیز کن در پیشک من همچون تبرکن باشد. گرفت قلم میگه تیز کرد در دست پادشاه داد، یعنی خلیفه داد. بعد از آن گفت همون را میخوام یک بار دیگه دستم دبته. گرفت داد، گرفت قلم شکست. گفت چیکار کردی؟ گفت شما را حکمتان واجب بود، شما امر کردین، من قلم تازه کردم دادم، لیکن الحال شکستمش به خاطر که مبادا یک با همین قلم من تیز کردگی یگان قانون نادرست یا یگان حکم ناعادلانه را ننویسی که من در گناه تو شریک باشم. زیرا خدا در قرآن گفته است که ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یا دیگر تا در گناه یاردم نکنین، یکی در گناه تو منم یاردم چی نشوم. گفته گرفت شکسته. اکو او کار ابو حنیفه و خود ابو حنیفه برادر عزیز، او قاضیگی را وی قبول نکرد به خاطری که از آخرتش ترسید، به خاطری که در حق یگان آدم ضامن نشم، به خاطری که فردا مقصد گریبانی مرا نگیرد و بگد تو در دنیا چیکار کردی، چرا مثال در عمر ما در حیات ما اینقدر ظلم کردی، چرا حیات ما را تباه کردی؟ آیا برای تو زن و فرزندان شیرین بود؟ برای من زن و فرزندان شیرین نبود. چرا مرا از گردی اونها، از پیش اونها دور بردی؟ چرا؟ حضرت امام ابو حنیفه این را اندیشه کردن برادر عزیز. برای همین وای گویم که اینجا در یگان در شریعت یگان خیانت و یگان زلال نآوردن، برعکس شریعت همین را جانب داره، همین را جانب داره که احتیاط کنید در همین مسئله. زیرا برای یک انسان مقصد با این حالت بردن، میدونید که پیامبر گفت من لم یرحم لا یرحم، من لم یرحم الناس لا یرحمه الله. کسی که اگر رحم نمیکنه خدا با او رحم نمیکنه. تو میدونی که در غضب خدا مبتلا میشوی. به این خاطر حضرت از قاضیگی دست کشیدن، حتی بین که او را به قتل رسانید، زهرش دادن.
ولی قبول نکردن. اگه تقوای حضرت ببینین، تقواش، دینداریش. ولی بعضی آدما میشینن باور کنین حیران میشه در همین امروزه که بگیم ده نفرای امروزه که میشینن بعد چی میگه؟ همین ابو حنیفه میگه دامیجا چی کرده کو؟ خطا کرده کو؟ اینا یه حدیث انا ابو حنیفه حدیثای ضعیف داره کو؟ امام ابو حنیفه برایش کار میکرد کو؟ یا خیلی گپ میزنه که میگوی ابو حنیفه همسایه شای. یا خیلی گپ میزنه که میگوی ابو حنیفه در همین بازار یگان دکانداره. تماما حرمت، تماما اهمیت، همه علامت ابلهیه، علامت جاهلیه، علامت اینمی است که از حیات پرسعادت یمی که نخوانده تو نمیدانی در گردی چی گپه. همون چار بگیم پیرهای احمقی که همین حضرت سنگ زدگیان گپی همواره که گوش کردگی دیگه فکر میکنی که تمام دین در دست هموناه. چی میدانی که همه این شیخا را جمع که خاک پای ابو حنیفه نمیشه، خاک پاش. ولی بخوانی یک بار عمر ایرا حیاتی را بخوان، بعد میفهمی که تقوا چی بوده، علم چی بوده، حیات چی بوده. بر همین است که من بسیاری وقت چرا شما را میگم پیروی از مذهب ابو حنیفه کن. شما بینید تقوای حضرت بین که میگه یک همسایه داشته است بسیار ظالم بوده و بسیار منشأ و همون درآمدش ایرای حرام بوده است. یک بار نگاه کرد میگه که همون دسترخوان خانه همین را میگه خدمتگاراش بردن در همون دریایی که از جا مردم ماهی میقبه در اونجا تکیدن. میگه تا زمان ابو حنیفه حیات بود دیگه ماهی نمیخورد. میگه نخره ماهی را که نان یعنی آدمی ظالم خوردگی ماهی خوردن بس کرد. تو میتونی همین آدمی که زبانت درازه برای ابو حنیفه همین کار کرده میتونی؟ تو گشته مانی خدا دانا اگی خری ماهی چیه اولی؟ یک گوسفند میگه یک گوسفند در شهر کوفه میگه گم شید نامعلوم که او را دزد دیدن، نامعلوم را یگان گرگ خوردش. میگه پرسید که همین گوسفند چند سال عمر داره؟ شاید گفتن 7 ساله یا 10 ساله. همو قسال میگه گوشت گوسفند نخورد، یکی مبادای همو گوشت نباشه. اینها را برادرای از احتیاط میگن، اینها را تقوا میگن که اون مردکا به این منزله و به این مقام ها رسیدن. ولی تو آدم نادانی بفهم که نمیفهمی، یگان بگیم اکما ورا عالم هم نمیگم. او کسایی که ابو حنیفه را سنگ زدن و ایراد میگیرن اونها دشمنای دینن، زیرا ابو حنیفه را دوست داشتن سنت های. ابو حنیفه در دین سهم داره، خدمت کردگی های. برای همین فریب هر یک گروه ها و فریب هر یک ابله ها را نخوریم. شما کردار ای را ببینین، عمل ای را ببینین. قاضی ابو یوسف که یکی از شاگرداش بود میگه یک شب خانه مدام مهمان شید ابو حنیفه، یک شب مهمان شید. میگه بعدن میگه گفت که امشب همینجا میمانم. میگه بعد نماز اشاره خواندن یعنی بعد نماز خفتن خواندن. قاضی ابو یوسف میگه که یکی به زبانش یک آیتی را خواند وامتازوا الیوم ایها المجرمون، وامتازوا الیوم ایها المجرمون. این آیت ای سوره مبارکه یاسینه، یعنی روز قیامت خداوند گناهکارها را از آدمای ثوابکار جدا میکنه. ابو حنیفه میگه در ذهنش همین گذشت که آیا من در کدام گروهش باشم. قاضی ابو یوسف میگه وقتی دیدم که آیت تکرار شده سای از پیش حضرت رفتم. میگه با والله قسم میگه برای نماز بامداد پیشش آمدم،
همون جای نشستگیش ده و همین آیت تکرار میکرد و از دیدهاش آب میریخت که آیا روز قیامت از کدام گروه باشم. برادری عزیز، و همون کسی که باور کرد ابو حنیفه را در نسبتش نگاه بد داری، ترازی 100 دنگل بزنن، 100 رد بزنن، آوای چشم نمیغلطه. این مردک با یک آیت قرآن که حالم چی میشه تا روز گریه میکرد. تو دهنت پری خنده، میروی با میروی گشته مراجنی میخری و ابو حنیفه را تنقید میکنی. صدقه نام ابو حنیفه کنن. این سوال برادر عزیز معناش از خدای مهربان خواهان او هستم که در این لحظه هایی که با شما بودم، با شما سوال جواب کردم. امیدم همین است که خدا توفیق هم گوش کردن نصیبتون کنه و هم میل و محبت و خواهشتون به دین خدا زیاد کنه. و برادر عزیز باز هم تکرارم شود، همین صحیفه را، همین صحیفه نور تیوی را دستگیری کنیم برادر عزیز، دستگیری کنیم و در ایما که رقمش 770 07 00 03 همین ایمای همیده شما میتونید سوالاتون رو در همین ایما روان کنید. یعنی همون 770 باز میگم 07 00 03 همین ایما، در همین ایما سوالاتون رو روان کنید، انشالله جوابهاشو شما میگیرید. ولی دستگیری را برادر عزیز فراموش نکنین. انشاءالله ما تصمیم گرفتگیم که خداوند اگر یگان آفت و مشکلات بالامون نیارد، ما از همین طریقه همین نور تیوی با شما انشاءالله صحبت ها داریم. با شما انشاءالله مقصد هر چیزی که از دیدگاه دین باشد من به سمع شما میرسانم و این را هم برای خودم انشاءالله یک بسیار کاری خیر میشمارم و الله مهربان همیشه تشکر میکنم که خداوند همین فکر را بگیم یا همین مصلحت برای ما نصیب کرد که از همین طریق هم که باشد برادرای ما برخوردار میشین، آگاهی پیدا میکنین، با میل محبتتون به دینتون زیاد میشود. در حق ما هم برادر عزیز همیشه دعاگو باشین، زیرا بسیار زمانهای پرفتنه شده، فتنه های زمانه به حد زیاد شده و بسیار کس ناکس در جامعه زیاد شدگی، بدخواه ها و بدگوی ها زیاد شدگی، آدم های غرضدار بسیار شدگی. برای همین برادرای عزیز در حق ما هم دعاگو باشین. من هم در حق شما همیشه دعا میکنیم و از همین انشاءالله شبکه، از همین صحیفه خدا خواهد من با شما چیزی که ای دست می آید، چی توانایی را که الله دادهیم، من انشاءالله در شما خدمت میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرها بدروین شبکه نور تیوی را دستگیری کنین، 10,000 обунечи бишава, айни ҳол 8,000 шабакаи аслии бобои ҳоҷи мирза. чӣ хеле шумо худтон шунавиден, сабтҳои нав дар ин ҷо ҳаст. бародаро бидроен обуна шавен. 2,000 обуначӣ намераса бародаро.